گفته هر کسی که قوم پرستی میکنه، به قوم پرستی دعوت میده، به قوم پرستی کشته میشه، این در حقیقت از امت من نمیباشه. و هر کسی که نژاد پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی میکنه، نشنالیسم است، با آیات قرآن کریم در ټکر است. الله متعال به صراحت در سوره حجرات آیه 13 فرموده که بهترین شما کسی است که تقوا داشته باشه. اما انسان‌های قوم پرست و زبان پرست میگن نه، قوم ما خوب است، همین پشتون خیلی خوب است، تاجک خیلی خوب است، هزاره خیلی خوب است، قدم بلند است خیلی ما خوب هستم، این قد پخشک بد است، این سیاه خراب است، سفید خوب است. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و میگه هیچ عرب بالای هیچ عجم و هیچ عجم بالای هیچ عربی، هیچ سیاه پوستی بالای هیچ سفید پوستی برتری نداره مگر به تقوا، مگر به پرهیزگاری. ما چی کردیم؟ ما در کدام چیز رسیدیم؟ به خاطر که از دین فهم نداریم. فهم دین خیلی مهم ضروری است دوستان عزیز. حتی ببینید شما امی مسلمانایی که در کشورهای خارجی مسلمان میشن، هر آیت قرآن میخونن اشک میریزن. به خاطر چی؟ به خاطر که تدبر میکنن، میاندیشن با آیات قرآن کریم. ما فقط اینمی میراثی که اینمی بابا و بیبی ما بر ما گفته که بخوان بچیم لا اله الا الله محمد رسول الله، برو مسلمان شدی، این مسلمان شدی، شراب هم بخور، زنا هم بکو، قمار هم بزن، دزدی هم بکو.